در این حرکت عظیمی که انجام میگیرد در رقابت‌های پیش روی انتخابات بین نامزدها اخلاق حاکم باشد. بدگویی کردن، تهمت زدن، لجن پراکنی کردن کمکی به پیشرفت کارها نمی کند، به آبروی ملی هم لطمه میزند. صحنه انتخابات صحنه عزت و حماسه است، صحنه رقابت برای خدمت است، صحنه کش و واکش برای به دست آوردن قدرت نیست. این رو به عنوان یک وظیفه برادرانی که وارد میدان مبارزه انتخاباتی و رقابت انتخاباتی میشوند بدانند، اونها به وظیفهشون عمل کنند. خدای متعال هم دلهای مردم را انشاءالله هدایت خواهد کرد به بهترین گزینه و انشاءالله یک رئیس جمهور شایسته برای ملت ایران تعیین خواهد شد.